خرید آنلاین سودش بیشتره یا خرید حضوری؟ اول بیاین تا یه نگاهی به فرایندش بندازیم. خرید حضوری از مدرسه سر کار اومدی خسته و کوفته باید تاکسی اینترنتی بگیری. حالا اگر بیاد اگر نیاد پیدا بشه پیدا نشه باید 10 دقیقه 20 دقیقه معطل بشی تا بیاد. حالا چند ساعتی هم توی بازار معطلی داری که بهترین نوشت افزار فروش شهرتون رو پیدا کنی و بری توی مغازه شروع کنی به انتخاب کردن محصولات. بسته بندی مناسبی که نداره، به قیمتشون هم که نمیتونی اعتراض کنی و 200,000 تومان هم که تا اینجا هزینه تاکسی دادی. حالا بریم سراغ خرید آنلاین. نشستی زیر باد کولر یا کنار شوفاژ بین 1000 تا شاپ محصولات مورد علاقت رو پیدا میکنی، مقایسه میکنی و با 45,000 تومان دم در منزل تحویل میگیری. داسا استور سریع ترین ارسال و کیوت ترین پکینگ رو داره. اینو ما نمیگیم، اینو کسایی میگن که یک بار از داسا خرید کردن